منتظر روزه خون نباش، خودت روزه بخون برای خودت. میخوام دعات کنم. رسم است هر که داغ جوان دید دوستان، رأفت برند حالت آن داغ دیده را. یک دوست زیر بازوی او گیرد از وان یک ز دیده پاک کند اشک دیده را. همینه دیگه. دیدین که آیا که داد تسلیت خاطر حسین، چون دید جسم اکبر در خون تپیده را. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پرید رو. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پرید رو. سرکم سر از سینه گذارم که دردهای دلم را زبان سر نتوانم، زبان دل به تو گویم. میگه شب جمعه است که وقت نباشه مادرش قش کنه. کربلا که نمیشه اسم علی اکبر آباد، میگن اونجا جلو بابا نگی چه کردن. حالا که فاصله مکانی داریم بذار بمیریم برا پسرم. پسرم 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 بیشترتون اهل شعر و اهل ذوق و اهل روزه خونی و اهل روزه ای، بذارید هممون با هم شریکی بخونیم روزه رو. جان امام حسین کسی ساکت نباشه. ای پسر من پدر پیر تو، پدر پیر و زمین تو. انشالله فردا شب نجفی، یه دو سه شب بعد کربلایی. سلام همه اینا رو به ارباب بیکفن برسون. بگو آقا خیلی برا جوونت گریه کردم. بگو
بگیا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باسمك العظيم الأعظم به 18 سال حسین 10 مرتبه یا الله